تیاری به حرب و ضرب بر ضد مدیان و یروبعل که جدعون باشد و تمام قومی که با او بودند صبحیدن برخواسته نزد چشمه حرود اردو زدند و اردوی مدیان به طرف شمالی جبهه موره در وادی بود. و خدا به جدعون گفت قومی که با تو هستند بیشتر از آنند که مدیان را به دست آنها تسلیم نمایم. مبادا اسرائیل به حضور من فخر کرده گویند که دست ما را نجات داد. و اکنون به گوش قوم خطاب نموده بگوی هر کی ترسانچک و بی جرأت باشد بگذار از کوه جلعاد گشته رود. و 22,000 نفر از قوم گذشته رفتند و 10,000 نفر باقی ماندند. و خداوند به جدعون گفت قوم هنوز بسیارند، آنها را نزد آب فرود آر تا که در آنجا من برای تو از آنها انتخاب نمایم. و هنگامی که درباره کسی به تو بگویم این با تو برود وی با تو خواهد رفت و درباره کسی به تو بگویم این با تو نرود وی نخواهد رفت. و قوم را نزد آب فرود آورد. و خداوند به جدعون گفت هر که آب را با زبان خود بنوشد چنان که سگ می نوشد و را تنها بگذار و هر کی را نیست که به زانوی خود هم شده بنوشد. و شماره آنهایی که دست به دهان آورده نوشیدند 300 نفر بود. و تمام بقیه قوم به زانوی خود خم شده آب نوشیدند. جدعون 300 مرد را جدا می کند. و خداوند به جدعون گفت با این 300 نفر که دست به دهان آورده نوشیدند من شما را نجات خواهم داد و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود و تمام قوم بگذار هر یک به مکان خود بروند. و آن مردان توشه قوم و شاخهای خود را به دست خود گرفتند و بقیه اسرائیلیان را او و خیمه هاشان فرستاده 300 نفر را نگاه داشت و اردوی مدیان در پایان او در وادی بودند. و در همان شب خداوند به او گفت برخواسته به اردو فرود آی زیرا که آن را به دست تو تسلیم نمودم. و اگر تو از فرود آمدن می ترسیده باشی با نفکر خود فرا به اردو فرود آی. و چون بشنوی که آنها چی می گویند بعد از آن دستهای تو قوی خواهد گردید و به اردو فرود خواهی آمد. و او با همراهی نفکرش فرا و کنار دسته پیشگرد مسلحی که در اردو بود فرود آمد. و مدیان و عمالق و تمام اهل مشرق که در وادی اردو زده بودند مثل ملخ سرشمار بودند و شتران آنها سان و شمار نداشت، مثل ریگی که در ساحل بحر است بسیار بود. و جدعون آمد و اینک کسی بر رفیقش خواب خود را حکایت کرده میگوید من خواب دیدم که یک قرص نان جوین در اردوی مدیان غیلیده آمده به خیمه رسید و آن را زده چپه و راسته کرد و خیمه فرو غلتید. و رفیقش در جواب گفت این جز شمشیر جدعون ابن یوآش مرد اسرائیلی چیزی دیگری نیست. مدیان و تمام اردو را خدا به دست وی تسلیم کرده است.